اینم یه فروشگاه ایرانی با تمام اجناس ایرانی هستش، هم موبایل فروشی، هم قلیون فروشی و هم سوپرمارکت. انواع بستنی ها، همه اجناس ایرانی و اجناس افغانستان، هر چی که تو ایران پیدا میشه تو این فروشگاه هم هست. انواع شیرینی خشک‌ها، بعضی از اجناس واقعا اینجا از خود ایران ارزون تره. انواع چای ها، چای دو غزال 7 یورو 99 سنت، حدوداً 8 یورو. حالا قدیما اینجا زیاد فروشگاه ایرانی نبود، واسه همین اجناس ایرانی هم بسیار بسیار کم بود، اما الان تو هر شهر چند تا فروشگاه ایرانی هست با تمام اجناس ایرانی. ایرانیان خارج از ایران میدونن اجناس ایرانی اینجا چقدر طرفدار داره، چقدر خواهان داره. انواع چیپس و پفک ها، تخمه ها، خلاص هر چیزی که توی ایران هست اینجا هم هست. این خیارشورها مخصوصا اینجا توی جوامع ایرانی خیلی طرفدار داره، به خاطر اینکه اینجا اسمش خیارشوره ولی همشون میشه گفت خیار شیرینه، واقعا شیرینه. واسه همین ایرانی‌ها خیارشور رو از فروشگاه ایرانی تهیه میکنن. کنسرویجات، حتی آبگوشت.
البته من تا حالا آبگوشت ندیده بودم کنسروی. قرمه سبزی و اینا که خب همیشه میگیریم، ولی آبگوشت هم اولین باره که میبینم. بیا تمام خود بیا فرق این فروشگاه جزء معدود فروشگاهیه که خدا رو شکر همه چی داره، یعنی هر جنس ایرانی که نیاز داشته باشین اینجا واقعا داره. قول قدیمی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو واقعا داره این مغازه. این فروشگاه توی شهر دویسبورگ روبروی هاپبانهوف هستش. ایرانیان ساکن دویسبورگ میدونن روبروی هاپبانهوف کجا میشه، هم روبروی ایستگاه قطار. حتی کفش و کتونی هم اینجا داره. همشون هم واقعا قیمت مناسب. کفشت زدم. خوب کردی؟ درسته؟ جونم؟ بیا بریم بیرون. اینجا خوبادش ولی اشکال من من آدم نیستم. چرا تو آدمی؟ بچه هستی؟ بچه ای؟ این سمتن که فقط نوشیدنی های مختلف رو داره. یه فروشگاه واقعا بزرگ و مجهزه. این سمتن فقط انواع سیگاره ها و مشروبات الکلی. اینجا دقیقاً ایستگاه قطار شهر دویسبورگ هست. و دقیقاً روبروش این سمت چهارراه میشه این فروشگاه ایرانی. انواع موبایل های نو و دست دوم هم موجوده. دوربین های عکاسی و فیلمبرداری هم دارن برای